امروز قراره من یه روز کامل و فقط با $1 بگذرونم، اما یه سری چالشایی دارم که همه‌شو باید انجام بدم. و اما چالشام چیه؟ اولین چالشم اینه که صبحونه و نهار و شام من باید با این 100 تومن بگذرونم و هیچ چیز دیگه ای نمیتونم به جز اینا بخورم. و به علاوه اون من باید یه تفریح هم بکنم این وسطا که روزم خیلی مزخرف تموم نشه. بریم برای صبحونه. حالا من با $1 که حدود الان میشه 110,000 تومن چیکار میتونم کنم؟ صبحونه چی میتونم بخورم که برای نهار و شام و تفریح هم پول بمونه؟ ایده خودم برای صبحونه اینه که برم یه نون بربری بگیرم و خالی خالی سق بزنمش. دیگه نمیدونم واقعا کار دیگه ای از دست بنده حقیر بر نمیاد، فقط میتونم همین کارو کنم. برو بریم به این نونوایی برسیم. رسیدیم به یه نونوایی که حتی بغلش سوپرمارکت هم داره، ولی ما از سوپرمارکت هیچ استفاده ای نمیتونیم کنیم و فقط باید بریم یه دونه نون بگیریم و ادامه بدبختیامون رو با همون یه دونه نون بریم یه نون بگیریم. سلام حسن. یه دونه نون ما میگیم. یه دونه نون. نه یه دونه. 9248. بسش بس. یه سیبش هم دستش. یه دونه نونو به قیمت 12,000 تومن خریدیم و واقعا گرونی خیلی شده. نمیدونم دیگه باید چی کار کنم. برو بریم این یه دونه نونو به عنوان صبحونه باید یه جوری خودمون رو باهاش خدایا دست دیگه بریم اینو بخوریم. هیچی نداره تو. نصف نونو خوردیم، فک درد شدیم و واقعا خام شکلات خیلی دلم میخواست ولی پول ندارم. این من چیکار کنم برای نصفش مونده؟ خدایا بریم برای نهار ببینیم چیکار میتونیم کنیم. اما رسیدیم به تفریح کردن. من با $1 تنها تفریحی که میتونستم بکنم و تفریح برام رایگان در بیاد این بود که بیام پارک و تاب و سرسره بازی کنم. خیلی کار عادیه به نظرم برای تفریح. با $1 همین کارا رو بیشتر اصلا آدمی که $1 بودجه داره غلط میکنه تفریح کنه، خیلی گو میخوره تفریح بخواد کنه. بریم پارک. آقا ما اومدیم تو پارک و یه سری اینجا دارن بسکتبال بازی میکنن و نمیدونم رامون میدن یا نه. برای تفریح ایده خوبی میتونه باشه. بریم ببینیم رامون میدن یا نه. ویدیو دارم میگیرم. برای این ویدیو باید یه روز کامل با $1 تفریح کنم. دیدم شما دارید بسکتبال بازی میکنین، گفتم چه بهتره تفریح بهتره بسکتبال. بزنیم 2 تا شوت. بزنیم. بالاخره بهم رامون دادن بالاخره. خب بذار من این 2 تا شوت بزنم تفریحمو کنم. اصلا تو بسکتبال استعداد ندارم. یکی دیگه میخوام 2 توپه ببینم میتونم.
یه دونش در میره. من فلجم تو بسکتبال، واقعا ورزشی نیست که به درد من بخوره. بده من یه دونه باها بزنم. نمیشه. موفق شد. به نظرم همینجا تو اوج خداحافظی کنم از همه چی بهتره. بریم ببینیم دیگه میتونیم چه تفریحی پیدا کنیم. آقا دست شما درد نکنه. اومدیم پارک، داشتیم همینجوری میچرخیدیم، بسکتبال هم که بازی کردیم، اومدیم همینجوری داشتیم تفریح میکردیم، دیدیم یک سری ورزشکار خوب کوچک دارن اینجا ورزش میکنن، اومدیم بشینیم نگاه کنیم به عنوان یه تفریح دیگه. از این هم بالاخره وقتی پول نداریم باید از هر چیزی استفاده کنیم. بریم یه ذره نگاهشون کنیم ببینیم واقعا یه کارایی میکنن که من خودم نمیتونم. مثلا همین الان اینجا داشت با چوب یه کارایی میکرد، من واقعا نمیتونم. اصلا چوب من نمیدونم، لال شدم، نمیدونم چی باید بگم. بریم یه ذره بشینیم نگاهشون کنیم، یه تفریحی باشه اینجا. و اما آخرین تفریح، اومدیم یه ذره سرسره بازی کنیم، تاپ بازی کنیم و آخرین تفریح رو با این بودجه کمی که داریم انجام بدیم و تموم. خدایی با این بودجه‌ای که من داشتم خیلی خوب تفریح کردم. کدومتون با این بودجه میتونید اینجوری تفریح کنید؟ بیا بگو. نمیتونی آقا، نمیتونی. خیلی خوب تفریح کردم. بریم یه ذره سر بخوریم. خدایی تفریح خوبیه. خدایی ببین اصلا برید تفریح سالم کنید. معتاد چرا میشید؟ برید تفریح سالم، برید سرسره، تاپ، عشق و حال. نگم براتون واقعا خیلی تفریح خوبیه. خیلی اصلا نگم. مردم میرن ترکیه تفریح میکنن، میرن دبی ما اومدیم داریم سر میخوریم. کاش همون بسکتبال ادامه، خیلی به نظرم تفریح بهتری بود. بریم یکم هم ورزش کنیم و دیگه پرونده تفریح هم ببندیم. خیلی من ورزش رو از بچگی دوست داشتم. یا ابوالفضل که اتفاقی یکی داره میاد سمتم. بچه‌ها خیلی آدم عجیبیه به نظرم، باید فرار کنم. خیلی اینجا پارک خوبیه برای تفریح کردن، اما یک سری آدمای نادرست خیلی داره، یعنی یک سری نیستن. و تنها چیزی که الان برای من سواله اینا چجوری با این لباسا اینجا در امنیت دارن بسکتبالشون رو بازی میکنن. موندم واقعا. من با این لباسا امنیت نداشتم، اینجا 3 بار دویدم، نمیدونم دیگه باید چیکار کنم. بریم آقا، بریم برای ادامه چالش. همونطور که صبح دیدید من حسرت یه خام شکلات به دلم موند. الان اومدم برای نهار خام شکلات بخورم. بریم خام شکلات بخریم. خام شکلات کجا داره خام اینا؟ سلام عزیزم سلام. خدایا هی فکر نمی‌کردم هیچ وقت برای نهار خام شکلات بخورم. اینو برای ما حساب میکنیم. قابل نداره. قربان شما. چقدر؟ 38 تومن. بفرم. خدمت شما. دست شما. خسته نباشی. یه خام شکلات خریدیم 38 تومن و نمیدونم من موجودیمون چقدر مونده، ریاضیم اونقدر خوب نیست. و اما نونوایی هست اینجا، اما ما اوضاع خیلی بیریختر از این حرف هست. یعنی پولی نداریم که بخوایم نون باهاش بخریم و باید بریم همون جایی که اون نونمون رو انداختیم دور. من نمیدونم نون 12000 تومانی رو من چرا باید بندازم دور. باید بریم همونجا نونمون رو پیدا کنیم و بخوریم. 38 تومن هم اینجا خام شکلات شد. نمیدونم
میگیره یا نه، ولی بریم که به نونی که اونجا انداختیم برسیم، این خام شکلات رو باهاش بخوریم. برو بریم برسیم به نون. من نمیدونم وقتی خودت پول نداری، نون نداری بخوری، برای چی نونو میذاری برای یه حیوان بیچاره؟ تو خودت حیوانی. سلام قربونت برم من. آه خدایا نون. اصلا بوی نون نمیده، نمیدونم چرا. خام شکلات همو بذار. واه واه الان که به اینجا آها باشد. واشو بی پدر. خب اینا رو اینجوری نمیشه، من باید برم آب بخورم و اینا یه آب نریم بخریم به نظرتون؟ پاشم من باید برم یه آب بخرم، اینجوری نمیشه. بریم یه آب بخریم به نظرم. $9,000 آب معدنی برای ما حساب شد و همینجوری داره از موجودی فقیرانه ما کم میشه. همین جایی که نشستم حسرت خام شکلات خوردم، الان میخوام بشینم خود خام شکلاتم بخورم. خدایا خام شکلاتو بخوریم، نون میزنیم توش. راستی ما اونو گذاشته بودیم اونجا بدآموزی نداشته باشه، ما گذاشته بودیم یه حیوانی چیزی بخوره، ننداخته بودیم دور. نوناتونو هیچ وقت نریزید دور، بدید سگ بخوره. ممنونم. بریم ناهار رو بزنیم، بریم برای چالش‌های بعدی. من به این نتیجه رسیدم که وقتی تو ایران میخوای با $1 زندگی کنی باید حداقل نصف روز رو بخوابی. الان اومدم وسیله شامو بگیرم برم بخوابم. بریم یه 2 تا چیز بگیریم که شبو بتونیم باهاش سر کنیم. بریم. سلام. یه مشمع می‌بریم زمین. نمیدونم برای چی دارم مشمع میگیرم ولی جوگیر شدم. میدونی برای 2 تا سیب زمینی آخه کی مشمع میگیره؟ ماشاءالله سیب زمینیام کوچکه خیلی. کنم 3 تا بس باشه، خیلی کوچیکه. برای 2 تا من گرفته بودم. بریم 3-4 تا تخم مرغ، 2 تا تخم مرغ هم بگیریم. 2 تا تخم مرغ. یه مشام فریزر نخورم. مشام. آره باید 2 تا هم برای زندگی مزخرفمون باید 2 تا هم تخم مرغ بگیریم. و این نون خیلی زندگی من به این بسته شده. دست شما درد نکنه. خسته نباشید. موفق شدیم 2 تا تخم مرغ و 3 تا سیب زمینی بگیریم برای شام و کلا 1000 تومان بود جمعمون. الان هم فقط باید بریم بخوابیم تا بتونیم تا شب زنده بمونیم. بریم یه 2 ساعتی بخوابیم و بیدار شیم برای شام. برو بریم. بعد از خریدایی که برای شاممون کردیم و 2 ساعت هم خوابیدیم، الان باید بریم شامو درست کنیم و بخوریم و پرونده این چالش رو ببندیم. اما نمیدونم واقعا چجوری میخوام شامو درست کنم با اون وسایلی که خریدم. اینم بگم که من خواب نبودم، این نیم ساعتی بود حداقل بیدار شده بودم. برو بریم وسایلی که برای شام داریم و نشونتون بدم. اولین وسیلمون یه نونه که این نون از صبح تا حالا با ماست، تو سدل آشغال رفته، اصلا نگم براتون، یک زندگی داشته نگم، اصلا ولش کن. و چیزای دیگه ای که داریم همینه، یعنی 2 تا تخم مرغ و 3 تا سیب زمینی، یه مش سیب زمینی که اون تو هم هنوز هست و اینم فاکتورشه. ای خدا 2 تا تخم مرغ با 3 تا سیب زمینی شده 50,000. من این دردو به کی بگم؟ بریم شامو درست کنیم بخوریم. من نمیدونم قراره این چه کثافتی بشه، از صبح تا حالا که گوه رومون بوده قشنگ. بریم اینا رو درست کنیم.
آخه این چه کثافت، این چیه؟ این نگاه سنگ، این چوبه، این پاره آجره دیگه. اصلا من نمیخوام بابا. صبحونه که اونجوری، نهار که اونجوری، اینم وضعیت شام. این چه چالش مزخرفیه؟ اصلا توف تو این چالش. نمیخوام بابا، جب کن اصلا این مسخره بازی ها رو. اصلا نمیخورم. این چه کثافتیه؟ خداحافظ بابا، این چه گوییه؟